اومدم الگوی این جلیقه زیبا رو براتون کمتر از 3 دقیقه آموزشش رو بذارم. اول الگوی بالاتنه رو تا قسمت کمر رسم می‌کنیم، بعد از نیچه یقه 1 سانت داخل میشیم، از گودی گردن تا خط سینه به 2 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و یقه رو رسم می‌کنیم. من یقه 7 رو رسم کردم و این قسمت دوریز میشه. از خط سرشانه 2 الی 3 سانت داخل شد و از کف حلقه 2 الی 3 سانت به سمت پایین علامت میزنیم و هلال کف حلقه مجدد رسم میشه و دوریز کار از خط کمر 3 الی 5 سانت پایین میایم، خطی صاف رسم میکنیم و از خطی که رسم کردیم از قسمت CF و پهلو 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و دوباره 3 الی 5 سانت به سمت پایین میایم و با پیستول پایین جلیقه رو رسم کنیم و دوریز کار بقیه کف حلقه از قسمت خط کارون 7 میل به سمت بالا 7 میل به سمت پایین علامت میزنیم، به این صورت تا میکنیم. و این الگوی جلیقه زیبای ما اگر خوشت اومد کامنت و لایک یادت نره و برای استجافش هم کلمه استجاف